سلام به همه. یه خمیر دستساز با ترکیب خامه‌ای مرغ و اسفناج تو فر داغ یه پای تورت اسفناجی بهمون میده که هر کی اسفناج دوست داره عاشق این غذا میشه و هر کیم که با اسفناج قهره این غذا اونو با اسفناج آشتی میده. بریم که با هم درستش کنیم. اول از همه مرغ پخته خرد شده رو با روغن، زردچوبه و نمک تفریم میدیم. پیاز داغ و سیر رنده شده رو بهش اضافه میکنیم. قارچ‌های خرد شدهمون رو اضافه میکنیم. یکم که آبش خوش شد اسفناج رو که درشت خورد کردیم اضافه میکنیم. وقتی آبش کشیده شد فلفل و پاپریکای دودی میزنیم. بعد هم پنیر فتا، شیر و خامه رو به موادمون اضافه میکنیم. مواد رو با هم مخلوط میکنیم و میذاریم که جا بیفته ولی خیلی آبش خشک نشه. برای درست کردن خمیر تخم مرغ رو میزنیم که از حالت لختگی در بیاد. ماست رو اضافه میکنیم، مخلوط بکنید. بعد هم بیکینگ پودر رو بزنیم و یه چند دقیقه با ویسک همشون بزنیم. بعد روغن مایه رو اضافه میکنیم و نهایتا اونقدری آرد اضافه میکنیم که خمیر لطیفی به دست بیاد که به دست نمیچسبه. خمیر رو به 2 قسمت تقسیم میکنیم. نصفی از خمیر رو کف قالب به تارتمون پهن میکنیم. سطح خمیر رو با چنگال سوراخ میکنیم و تمام مواد اسفناجیمون رو رو سطح خمیر کامل و یک دست پهن میکنیم. نصفه دوم خمیر رو به هر شکلی که میتونید یا مثل من کف دست یا روی نایلکس یا حتی توی بشقاب پهن کنید و رو سطح اسفناج بذارید. لبه ها رو کاملا به هم دیگه بچسبونید و بعد هم سطحش رو صاف کنید و روش رو با کنجد و سیاه دونه تنظیم کنید. بعد هم تارتمون رو توی فر 180 درجه که از 1 ربع قبل گرم شده بذارید به مدت 30 تا 40 دقیقه. وقتی سطح تارتتون طلایی شد یعنی دیگه تارتتون آماده است. حتما این تارت خوشمزه رو درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومد ما رو تو کانال سابسکرایب کنید و تو اینستاگرام فالو داشته باشید. نوش جونتون.